بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما و شما عبادت های فکری خواندیم. هر چیزی را که ما و شما میخوانیم باید آل ضد از رو چی کنیم؟ هم بخوانیم تا که بفهمیم چی مشکلاتی وجود داره. در عبادت های فکری هم افکار بسیار منحرفی از قدیم الزمان وجود داره، در عصر قدیم وجود داشت و آل هم بعضی افکار دیگه به سلسله از اون پیدا شدن. پس چند قسم جاهلیت است؟ دو قسم جاهلیت. یکی جاهلیت عصر قدیم. اگه سوال امتحان آوردم گفتم چند قسم جاهلیت است، باز شما میگن که دو قسم جاهلیت است. یکی جاهلیت کلاسیک و قدیمی، قبل از اسلام مردم جاهل بودن، مردم فارس بود، روم بود، عرب ها بودن. این جاهلیت قدیم بود که خالق نمیشناختن. آدم وقت هوشیار و عالم میشه که خالق خدا بشناسه، انسان وارد زندگی بکنه. بسیاری کسا فکر میکنه که اگر مثلا تو خوب سلا داشتی، خوب خانه داشتی، خوب موتر داشتی. نه، بسیاری کسا با وجود از اینکه تمام امکانات داره لکن جاهل است. فهمیدین؟ آدم هوشیار و فهمیده و عالم کسی است که علمش و فهمش او را به شناخت خالقش برسانه و از او یک انسان جور شوه، انسان باشه، انسان خوب در زمین مثل یک انسان حرکت بکنه. چی کنیم که مثل کت پرنده مسابقه بده؟ یک عالم میگه انسان ها از پرندام که حال خوبتر میتونن پرواز بکنن. انسان ها وسایل ساختن که از پرندام که خوبتر پرواز میکنن. از ماهی که این انسان خوب میتونه شنا بکنه. از شیر پلنگ کده او خوب تیزتر بدوان او را پیش بکنه. اتو وسایل ساخته. لیکن انسان تانست که از پرنده کده پیش شوه، از حیوان کده پیش شوه، از ماهی کده در بحر پیش شوه، لیکن انسان امروز ساخته نتانستن که در زمین مثل انسان حرکت بکنه. مشکل ما و شما چی است؟ انسان نیاز داریم که او در روی زمین وقتی که میگرده مثل یک انسان باشه. بعضی کسا هست انسان هست در چهره یک حیوان، انسان هست در چهره شیطان، فکرش، عقلش، اندیشش شیطانی هست، تکبر داره، غرور داره، خود پرستی داره، ای داره، اینی مشکلات داره. پس به انسان نیاز داریم که او من حیث یک انسان در جامعه زندگی بکنه و ما و شما و دیگر انسانیت از آسیب و از درد ازو، از شر ازو بیغم باشه. فلیعبدوا رب هذا البیت. الله متعال میگه پس عبادت بکنید رب ازی خانه، یعنی بیت الله شریفه. اگر او رو شما عبادت کنید بر شما دو چیز میده، امنیت و اقتصاد. امروز کل دنیا از چی شکایت دارن؟ از بی امنیتی و بی اقتصادی. متوجه هستین؟ پس میگه عبادت الله را بکنین، الله براتون دو نعمت میده. فلیعبدوا رب هذا البیت، اطعام از جو، اقتصاد، امن از خوف، امنیت. وقتی که انسانیت دو چیز داشت، در خانه خوف بودی، اقتصاد خوبش داشتی و آرام خوابم کردی، از دزد و از کیسبر از اختطافچی مشکل نداشتی، قرار دیگه بهترین زندگی هست. به هر صورت یکی جاهلیت عصر قدیم است، کلاسیک، و یکی جاهلیت عصر جدید است. در جاهلیت عصر قدیم دختر چی میکردن؟ زنده زیر خاک میکردن. جاهلیت بود لیکن کلاسیک بود، که بیل و کلنگ خاک میکن. امروز عین جاهلیت در بسیاری از کشورهای وجود داره که وقتی که میفهمه که در بطن از این خانم طفل است، دختر است، او را توسط پچکاری از بین میبرن. پس این هم یک انسان جاهل است. منتها او جاهل کلاسیک بود، این جاهل مدرن است. او که تو وسایل کلاسیک جهالت خدا میکرد، این هم رایزی میکرد. اسلام اردوی زیر رد میکنه. اسلام اردوی زیر میکنه. تو انسان بساز، این دختری که در خانه تو پیدا میشه، این یک نعمت الله هست. یهب لمن یشاء اناثا. الله اول توفیق خود چی رو گفته؟ بچه را گفته یا دخترها را گفته؟ دخترها را گفته. پس از بچه که دختر یک نعمت بزرگ الهی هست.
اینال جاهلیت دو قسم از جاهلیت مدرن و جاهلیت کلاسیک و قدیم. قرآن عظیمشان اردو نوع جاهلیت چی میکنه؟ رد میکنه. اگر تو میخوای یک مسلمان قرآن شناس باشی و فکر و اندیشه قرآنی داشته باشی، مطابق قرآن عظیمشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی بکنی، باید اردو جاهلیت چی کنی؟ نفی کنی. اینال اردو جاهلیت ما و شما باید بشناسیم. فکر ما را خراب میکنه. اینال ایره ما و شما میخوریم که اول اندیشه های جاهلیت، اندیشه های جاهلیت صحیح شد؟ چی قدیم باشه؟ چی قدیم باشه؟ چی جدید باشه؟ چی کلاسیک باشه؟ چی مدرن باشه؟ جاهل است. مرکب است. نکتایان بزنیش مرکب است. بیادبی باف. و اگر پالان هم سرش پارتی مرکب است. میگه سگ، سعدی رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه سگ به دریای هفتگانه مشوی که چوتر شد پلیتر باشد، خریسا گرش به مکه برن که چو بازگشت هنوز خر باشد. گپ من نیست، گپ سعدی هست و سعدی را کلگی خوش داره و شاعر و ادیب است. کلمات هم که استعمال میکنه دلش آزاد است که استعمال کرده. پس اندیشه های جاهلیت، این اندیشه های جاهلیت یا فلسفه های جاهلیت قدیم و معاصر، قدیم و معاصر، یا میشه نامش بانید نواقض الفکر الاسلامی، یا نامش چی اندیشه های جاهلیت میگن، چی فلسفه های جاهلیت میگن، و چی هم نواقض، چیزهایی که فکر اسلامی یک مسلمان اگر به یا متأثر شود فکر از این چی میکنه؟ خراب میکنه. یا میتونی برشان بگویی که امراض فکری. هر چهار اصطلاح بر ازی گفته میشه به خاطر که خوب درک بکنیم. یا چند قسم هستن؟ 5 قسم. چند قسم هست؟ قسم اول، قسم دوم، قسم سوم، قسم چهارم، قسم پنجم. خب این شد 5 قسم. کدام است؟ قسم اولش 5 قسم شد. قسم اولش خود پرستی هست. خود پرستی. قسم اولش چی است؟ خود پرستی. چی معنی خود پرستی؟ یعنی یک کسی خود پرستش میکنه، خود در جایگاه خالق متعال قرار میده. نعوذ بالله من ذلک. فهمیدین؟ خود در جایگاه خالق متعال قرار میده. خود چه قسم در جایگاه خالق متعال قرار میده؟ بعضی اوقات حس خود در جای الله قرار میده. میگه حق اونمو هست که من با حس خود او را درک بکنم. اگر با حس خود چیز را درک کردن نتانستم او حق نیست، باطله. مثلا کت حس پرستا که خود پرست هستن، حس خود معبود خود ساختن، حس خود قانونگذار خود ساختن، حس خود برتریت دادن که برشان ارزش ها را تعیین بکنن. اخبل حس دخبل خدای گرزولی که چی رزه یو شای وبینم حق ده که معلوم نیستی را تخکارا نیستی باطل ده. ولی معیار ده حق و باطل چه ده؟ ده ما حس ده. اینی مردم ها حس خود خالق خود ده. یک تعداد دیگه خود پرستش میکنه. چی خود پرستش میکنه؟ عقل خود. یک تعداد دیگه او حسگراها را، این حسگرا میگن، قبلا ما شما هم خواندیم به نام الحسیون، در عربی میگن
و در انگلیسی ماتریالیست رو میگن. ماتریالیست ها العقلیون، ترجمه فارسیش حسگراها، په پښتو کې ویل شو چې حس نه پوهیم څه ورته وایي په پښتو کې، څوک چې د خپل د حس هغه کوي، نه خپل حس د حق و د باطل معیار ګرځوي، ذهن پالون کوي یا حس پالون کوي یا هر شی چې تاسو وایي. اینی مردم ها که هستن دا خلق څه وایي چې حس مونږ ته حق و باطل تعینوي، حلال و حرام، جایز و ناجایز د ما په حس هغه لري. که تو ورته وایي چې مثلا ملائکه وایي راته ما ته ملائکه ښکاره کړه، بیا ملائکه رو بر من نشان بده، پس این معبود خود ما چرا ملائکه را قبول داریم؟ به خاطر از اینکه خالق ما الله متعال که ذات یگانه هست، او بر ما گفته که ایمان به چی داشته باشین؟ به ملائکه. پس ما به ملائکه الذین یؤمنون بالغیب ایمان داریم که مخلوقات به نام ملائکه هست. میبینیم؟ نمیبینیم، لکن ایمان به غیب داریم. وقتی که الله متعال گفت ما به قرآن و سنت ایمان داریم، وقتی که در قرآن و سنت گفته شد که ایمان داشته باشین به ملائکه، ما به ملائکه چی داریم؟ ایمان داریم. حس پرستا چی میگن؟ یا میگن که اگر محسوس نبود ما او را قبول نداریم. یک مرض فکری هست. به این مرض فکری بسیاری زیادتر کمونیستای چین و کمونیستای اتحاد شوروی که سابق بود در روسیه، سابق به نام اتحاد شوروی بود، سیوس که سیوزنامه گفتن، اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی سوسیالیستی که سقوط کرد، اساس فکر از حس پرستی بود. و یک تعداد کسایی که مسلمان بودن در اول در خانه مسلمان پیدا شده بودن، به اینمی اندیشه، به اینمی مرض متأثر شدن یا کافر شدن. اگرچه میگفتن ما نماز میخوانیم، لکن چون فکر نمیکرد که برادر وقتی که تو کافر باشی، تو بگی من چیزی که محسوس است ما را قبول ندارم، ملائکه را قبول ندارم، روز قیامت قبول ندارم، میزان قبول ندارم، صراط قبول ندارم، بالاخره الله متعال قبول ندارم. یک نفر عقیدهش خراب باشه روز 50 دفعه شیطان خوب بسیار هوشیار است. شیطان چی میکنه؟ یک نفر در شرک داخل میکنه، وقتی که در شرک داخل کرد میگه برو روز 1000 رکعت نماز بخوان. الله متعال میگه فلا نقیم یوم القیامت لهم وزنا. در روز قیامت بر چی گذاشته نمیشه؟ وزن بر کی گذاشته میشه؟ که با عقیده توحید باشه. وقتی که این مرض فکری در کل یک انسان بود که روز 10,000 رکعت نماز بخونه، نمازش چی است؟ هیچ است. کل قرآن حفظ کنه، عقیدهش باطل است. چرا همون قرآنی که ای حفظ کرده این لعنت میکنه؟ چرا اون قرآن میگه الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. خب دو قسمش عقلگراها هستن. عقلگراها کی هستن؟ عقلگراها یا العقلیون، اینا خودپرست هستن. چی مانا خودپرست هستن؟ یعنی معبود خود عقل خود قرار دادن. خدای خود میگه خدای ما عقل ما هست. العیاذ بالله عقل خدا جاگزین، العیاذ بالله حاکمیت تشریعی و حاکمیت الله را برای چی دادن؟ به عقل خود دادن. میگه عقل ما هست که هر چیزه. اگر عقل مرا قناعت دادی، ما او عقلم قناعت کرد قبول دارم، و عقلم قبول نکرد ما او را قبول ندارم. این از زمان قدیم از ارسطو شروع شده. افلاطون و ارسطو و سقراط کلشان عقلگرا بودن. حتی العیاذ بالله باز میگفتن که این کائنات کی خلق کرده؟ میگفتن این عقل کل خلق کرده. یکی عقل جز است، یکی عقل کل، اما را عقل نامیماند. العیاذ بالله. و متاسفانه اینی عقلگراها که عقل خود جاگزین خالق خود ساختن و برای عقل خود صلاحیت میتن که برای از اینا ارزش ها را تعیین بکنه، این عقلگراها به این مرض مسلمان ها هم مبتلا شدن. چه وقت مبتلا شدن؟ وقتی که مسلمان ها فلسفه عقلگرایی غربی را در زمان مأمون الرشید این کتابای فلسفه را آوردن، کتابای منطق آوردن و اینجا در بین مسلمان ها نشر کردن، ترجمه کردن و مردم متاثر شد. در بین وقتی که این عقلگرایی پیدا شد، این مسلمان ها هم وقتی که امپراتور روم
از کشیشای خود پرسان کرد، گفت مامون رشید خلیفه مسلمان ها میخواه که کتابای که در قصر سلطنتی ما هست میخواه این کتابا را برای مسلمان ها اونجا ترجمه بکنن. به نفع ماست یا به ضرر ماست؟ مشوره کرد از اون کشیشاش خیستن، گفتن این خوب بسیار خوب کار است، به نفع ماست. گفت چرا؟ گفت اینمی کتابای عقل گرایی ارسطو و افلاطون و سقراط و ارسطاطالیس و اینی مردم ها سوفسطایی ها و یا کس گفت یا دین ما را تکه تکه کرد، ما را به فرقه های مختلف داخل کرد. چرا؟ هر چیزی که اگه به عقل خود بگیری، عقل از او با عقل از او، عقل از او با عقل از او تفاوت میکنه. از یک نصرانیت 40 نصرانیت جور شد و در بین از او کفر و الحاد و شرک و گپا داخل شد. ببینید گفت در بین مسلمان ها که مسلمان ها هم چی شوند؟ مسلمان ها هم به می اندیشه متاثر شوند، در بین از هم خراب میشه. و واقعا هم این قسم شد. وقتی که آمد در بین مسلمان ها، بعد از اینکه مسلمان ها کلشان عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم، عقیده صحابه کرام که سلف ما و شما هست، صحابه، تابعین و تبع تابعین، عقیده از اینا بود. وقتی که قرآن میخواندن، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواندن، هیچ مشکلی وجود نداشت. نامهای الله را وقتی که در قرآن میخواندن به کلش ایمان داشتن. صفات الله را میخواندن. خلاص اگر از یک صحابی پرسان میکردی صفات الله، مثلا از یک تابعی پرسان میکردی، امام مالک ابن انس استوای الله برات معلوم است؟ میگفت نعم الاستواء معلوم، والکیف کیفیت شما نمیفهمیم، ما جاهل هستیم، غیر معقول، در عقل ما کیفیت از اون نمیگنجه، چون این مسئله غیب است، غیبیات عقل نمیفهمه. والایمان به واجب، ایمان به واجب است. و سوال عنه بدعه، سوال در مورد از چی است؟ بدعت است. وقتی که کتابای فلسفه روم انتقال شد اینجا، چی کردن؟ بعضی از مسلمان ها متاثر شدن به فلسفه عقلگرایی. اینا پیش خود معیار قرار دادن که هر چیزی که عقل او را میپذیره او را میپذیریم، فراتر از عقل است نمیپذیریم. حتی آمدن در نامهای الله، در صفات الله عقل خود داخل کردن. بناهن یک دفعه یک فرقه به نام معتزله پیدا شد و بیخی گفتن که ما الله این نامها و صفاتش ما قبول نداریم. لفظ است بدون معنا. العیاذ بالله، الله سمیع نیست، الله علیم نیست، کلمه‌اش هست ما قبول نداریم. چرا؟ به خاطر از اینکه بگیم الله سمیع هست، باز تشبیه به مخلوق میاد. تشبیه به مخلوق چی میشه؟ جسم پیدا میشه، جسم پیدا شد شرک پیدا میشه مطابق مزاج خود. در حالی که اگر اینا مثل صحابه و تابعین و تابع تابعین عقیده می داشتن، خب الله ذات داره، مخلوق هم ذات داره. ذات الله شایسته هست به عظمت و جلال از او، ذات مخلوق شایسته هست به عاجزی و مخلوق بودن این انسان. مشکل حل است. حالا مثلا وقتی که بین دو انسان مقایسه میکنیم، به اینجا تیسیز بیاد خوب هستی؟ جور هستی؟ به میترسی؟ این حال مثلا وقتی که انسان ها هست، آیا ذات ما با ذات عزی مشابه هست؟ ها؟ بین دو مخلوق مشابهت نیست. کوکی ریشت چی که دریشت؟ چی که دریشت سفید تا؟ هنوز نامده. پس اینا نریش ازی بریش من میمانه، نریش من بریش ازی میمانه. سیز نه؟ سیز نه؟ پس وقتی که انسان عاقل و فهمیده بین دو انسان بسیار اختلافات زیاد است. یعنی اینجا ساز خنده داره، من خنده میکنم. ها؟ یعنی سر به خود خنده داره. چون اینجا ساز شدن زیر تاثیر قرار میدن. اینال چیست نامت کنم؟ بلال جان. اینال بلال کس؟ آیا ای بلال با بلال حبشی که ما شما خواندیم یک قسم است؟ ها؟ اگر اینو لبایزی کتا کتا می بود، خوب سیاه می بود، افریقایی می بود، لکن نامش نام بلال است، چون بلال صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم است و این صحابی نیست. پس شخصیت بلال با شخصیت ازی و با شخصیت ما چی داره؟ تفاوت داره. وقتی که در مخلوق در شخصیت های آیا چشم مثل چشم ازی وارست؟ ها؟ نه. بینی ما مثل بینی ازی وارست؟ اینا وقتی که ما درس میتونم علم ما مثل علم ازی وارست؟ ها؟ چند قسم جاهلیت هست؟
چند؟ 3 قسم. یکی جاهلیت قدیم بود، یکی معاصر بود. ای گفت اطفال چی گناه کرده؟ یکی هم جاهلیت و اشتکا. 3 قسم دیگه برای خودم یک قسم جاهلیت پیدا کردن، گفتن اینجا مسته. اینال متوجه شده؟ پس علم دو انسان هم با هم یک قسم هست؟ نیست. پس نه علم ما یک قسم است، نه شنیدن ما یک قسم است. وقتی که دو انسان با هم یک قسم نیستن و علمشان یک قسم نیست و شنیدنشان یک قسم نیست و چهرهشان یک قسم نیست فلان نیست، بناهن در انسان ها تفاوت ها وجود دارند. آیا حیوانات جسم ندارن؟ نمیشنون؟ اعضای بدن ندارن؟ آیا حیوانات اگر شما بگید که دست تو برو اوتالی صاحب یک دست گوسفند بیار کباب کنیم، ما بگیم نگو دست، که باز اگر دست بگی باز کرده دست ما مشابهت میه، مرخ حیوان جور کردی، دست ما هم کباب میکنی. میبینیم بعضی استدلال هایی است که اصلا معقول نیست، لکن این به نام عقل پیش کردن. استدلال های عقلگراها چی بود؟ همین استدلال های غلطی بود که خدا بسیاری کسا یک تخلص برای خود میمانه، در اختیار تخلص بسیار احتیاط کنین. تخلص برای خود میمانه، لکن که ببینیش برعکس تخلصش است. این حال وقتی که در مخلوقات، که در انسان ها، دست انسان با دست حیوان، با دست پرنده، با دست پشه، کلش دست داره دیگه. وقتی که با هم مشابه نیستن، پس وقتی که در مخلوقات میفهمیم که هر کس میفهمه و امو دست پشه با مو جسم پشه شایسته هست، با مو حیوانیت پشه، دست گوسفند با مو حیوانیت گوسفند مشابه است، دست انسان به شخصیت انسان. الله متعال بر هر کس هر قسم شه. این حال وقتی که در مورد مخلوقات اختلافات است، این اختلافات، این مشکلات، این جنجالات، این خرابی ها را نباید درباره خالق متعال فکر بکنیم. پس ید الله امو قسم است که به ذات و جلال و عظمت الله شایسته است، هیچ تشابه یا مشابهت با دست مخلوقات نداره و اگر کسی را تشبیه میکنه در شرک مبتلا میشه. تا میدونی یا نه؟ و اگر کسی باز از ید الله انکار میکنه، اینجا هم برش مشکل پیدا میشه. پس ما به ید الله امو قسمی که در قرآن ذکر شده، استوای الله ذکر شده، باور داریم، اما کیفیت از او چون مربوط غیب است نمیفهمیم و با مخلوقات او را تشبیه نمیکنیم. اما کسایی که عقلگرا بودن آمدن این تشبیهات کردن و چون نتانستن مطابق استدلال های عقلی به نتیجه برسن، انکار کردن. پس خالق متعال به یک موجود بیخی اما تو جامد تشبیه کردن و خواستن که از تشبیه فرار بکنن، از یک تشبیه، چون در ذهنشان تشبیه بود، در دیگر تشبیه داخل شدن. وقتی که اذیت منکر شد، به چی تشبیه شد؟ به یک ذاتی که جامد است، به او تشبیه کردن، پس در تشبیهات داخل شدن. عقیده مسلمان های حقیقی چی است؟ که ما به تمام اسما و صفات الله با معنا و همه چیزش ایمان داریم، لکن او را با مخلوق تشبیه نمی کنیم. عقل خود در او داخل نمی کنیم. چرا عقل تا داخل نمی کنیم؟ به خاطر که ما خواندیم در معقولات عقل به درد میخوره. در غیبیات باید از چی استفاده کنی؟ از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که وحی است. بنان اما قدر اکتفا میکنیم که در وحی آمده، خلاص. نه تشبیه میکنیم، نه تمثیل میکنیم، نه تعطیل میکنیم، نه تعویل میکنیم در صفات الله متعال. اینی عقلگراها آمدن چی شدن؟ از فلسفه وقتی که عقلگرایی را آوردن، امروز بسیاری کساس متأثر است به اینمی مریض است. وقتی برش میگه که الله این تو گفته و رسول الله صلی الله علیه و سلم این تو گفته، چی میگه؟ برای ما دلیل عقلی بیار. خب دلیل عقلی، دلیل حسی برات دارم، دلیل عقلی هم برات دارم، چون ما در محسوساتون از حس، در معقولاتی آسمان، این زمینی کلش کی پیدا کرده؟ خالق متعال پیدا کرده. نه دیگم
درباره وجود الله، درباره ذات الله، درباره ملائکه، چه قسم از ملائکه و چی تو راست چه راست، بیار عقل مرا قناعت بده. یا متأثر چی از برش میگه دوست عزیز شما مریض هستین. چی هستین؟ مریض هستین. مرضتان مرض چی است؟ مرض بی ایمانی است. برای بی ایمان که 100 مرتبه هم برش بگویی، متوجه هستی؟ 100 دلیل برش بگویی باز یک شبهه دیگه برش پیدا میشه. چرا؟ شیطان برش دیگه میره. چرا؟ مثل که مثلا شما در راه روان هستین، مثلا در راه روان هستید، چشم داره انسان، لکن وقتی که در راه میره اگر روشنی آفتاب نباشه، هر قدر که اینجا که بری در دیوال چی میکنی؟ تکر میکنی. چرا؟ نیاز داری که یک روشنی دیگه باشه که تو را راهنمایی بکنه. سیزنی؟ این حال برای چشم نور بیرونی نیاز است. برای چشم قلب چی نیاز است؟ نور ایمان. وقتی برای قلب نور ایمان نباشه، هر قدر که برش حق بیان بکنی، لهم قلوب لا یفقهون بها، هر قدر برش بگویی که اینطورست، قلب داره که قلبش نور ایمان نیست، نمیفهمه. مثل که وقتی که اگر ما شما در راه میریم، در یک جای سنگ یک توتی طلا افتاده باشه، یک خشت طلا افتاده باشه، تاریکی هست، اثرش تیر میشیم. یک کسی که پسا نفتم میگه از این راهی که تو رفتی، از این راه ما یک دانه خشت طلا یافتم. ما شما چی میگین؟ چند تا خشت طلا یافتی؟ والا 15-20 تا افتاده بود. وی 15-20 تا در راه افتادگی بود می صحرا. تو گرفتی کلش؟ آها کلش گرفتم. پیش از ما چاپ پای تو بود، تو تیر شد. میگی تو والا تاریکی بود، ما ورکت لغت هم زدم، گفتم این چه بلاست این پای ما وگار کرد. پس برای چشم چی نیاز است؟ نور آفتاب. برای قلب که چشمش کار کنه چی نیاز است؟ نور ایمان. از این خاطر مثلا این قاری سپید شما و شما شیشتنی قلبش نور ایمان داره. چند سپاره قرآن حفظ کرده؟ 30 سپاره. چرا حفظ کرد؟ با نور ایمان حفظ میشه. اما برو در کل اروپا و امریکا یک نفر تورات و انجیل و بایبل ترجمه کرده؟ یک نفرش نکرد. اما ما و شما چقدر حافظه قرآن داریم؟ حتی نوجوانایی که هستن هر کدامشون سعی کنیم، یکی میگه من 2 سپاره حفظ دارم، یکی میگه 5 سپاره حفظ دارم، یکی میگه 10 سپاره حفظ دارم. حداقل ما که هستیم، همین ما که هستیم یک 8 سپاره قرآن الحمدلله. اینا اگر آدم زحمت بکشه، این نمیاله مگر من زحمت بکشم توانایی زیاد دارم که کل قرآن حفظ بکنم. متوجه هستین؟ هر کس میتونه. خب پس فامیل عقلگراها را اینیا رو در انگلیسی ایدیالیست میگن. ایدیالیست ها کی هستن؟ ایدیالیست ها کسایی هستن که برای رسیدن به حق تنها عقل خود معیار و اساس قرار میدن. چیزی که عقل ما قناعت کرد او را قبول دارم، که عقل ما او را قناعت نکرد او را ما قبول ندارم. و وقتی که مسلمانای متأثر شدن به این فلسفه عقلگرایی، در بین مسلمانان معتزله پیدا شد، متکلمین پیدا شد، جبریه پیدا شد، قدریه پیدا شد. شما بخونید یک کتاب است از علمای احناف، ما ایره میخواندیم، یک کتاب است منسوب است به امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه به نام الفقه الاکبر. ایره خواندیم در صنف 9 مدرسه دارالعلوم عربی کابل. در صنف 10 بود یا 11 بود یک کتاب دیگر رو برام آوردن، اون رو هم در عقیده میخواندیم به نام شرح ملا. یک کسی هست، یک عالم بزرگ حنفی است، ملا علی قاری. این یک شرح سر فقه اکبر نوشته کرده. در این عالم چی میگه؟ این عالم حنفی میگه اگر جای متکلم دیدین، متکلم کی است؟ اینمی عقلگراهای مسلمان زیاد جنجالای عقلی میکنن. همونجا نظریات علما را ذکر میکنم. اگه بعضی علما میگن که یار کمی گیر کردین که زمین بود بزنینشون بکشین از جلسه تان. همیشه امام مالک صاحب که کسی میومد سوال از پیشش کرد که درباره استوا بر ما بگو و عقلی بگو چطور بگه، امام مالک صاحب گفت فی بدعتکار است، سیر از مجلس ما بکشین. گفت فی وصولش کنین، بکشین از مجلس ما، بکشینش، کشیدنش. گفت یا خلاص است. معتزله پیدا شد. یک کسی مثلا در مجلس حسن بصری شیشته بودن، کسایی که شریعت خواندن یا را میفهمن، سوالای مختلف ایگه پاره میکرد. باز خیست به نام واصل ابن عطا نه استاد گفت برام از نگاه عقلی ایگه پا اتو برش بگو، باش میگه آیت قرآن میگه، حدیث رسول الله صلی الله علیه و نه برام از عقل بگو. رفت او نه کنج مسجد چیش گفت ما دیگه هیچ در مجلس شما نمیشه. حسن بصری رضی الله تعالی عنه چی گفت؟ گفت اعتزل عن همون تو گفت
مجلس حسن بصری بود نه؟ یا تا نیست یا نه؟ شما معلوماتتان از معلومات مکه بیخی ضعیفتر هستن. این حاله چی شد؟ اعتزل عنا. وقتی که اون معتزله شد، واصل ابن عطا یک وقت شاگرداری تربیه کرد و به این عقلگرایی و عقل فلانی 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 بسیار مشکلات است. این همی بودن که امام صاحب احمد ابن حنبل رحمت الله علیه را رفتن خلیفه را چی کردن؟ قناعت دادن به عقلگرایی و گپا. بالاخره امام احمد ابن حنبل رضی الله تعالی عنه در زندان آنقدر لط کردن که بیچاره را روزها در زندان چی می بود؟ بیهوش می بود. بعد از این باز یک شاگرد دیگه از واصل ابن عطا، یک شاگرد دیگه جبایی نام داشت، این پیدا شد. جبایی هم امی عقیده معتزله را درس میداد، عقلگرا بود. وقتی که او را درس میداد جبایی، ابوالحسن اشعری ای آمد در مجلس جبایی، 6 تا بود شاگرد ازی. ای از پیش سوالای عقلی دیگه کرد. جبایی در سوالای عقلی ازی خود ازی بند ماند. از پیش ازی اشعری جدا شد، رفت یک گروه دیگه جور کرد به نام چی؟ اشاعره. متوجه هستید؟ او طرف دیگه چند تا گروه دیگه پیدا شد، یکی جبریه پیدا شد، دیگهش قدریه پیدا شد. این کل گروه ها که پیدا شد به اساس چی پیدا شد؟ عقل گرایی. منهج قرآن و سنت، راه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و راه تابعین و تبع تابعین چی کردن؟ فراموش کردن. این دکلی از او میزنه، او دکلی از او میزنه و تا امروز هم این مشکلات است نیست؟ وقتی که آیات قرآن هم میخونی، در آیات قرآن چی میکنه؟ بر تو دیگه شروع میکنه از عقل خود دلایل میگه. نه والا ما تو کردیم. باز یگان یکی خوب مردم است، یگان دیگه بر ما زنگ میزنه، بله سلام علیکم استاد، خوب هستین؟ شکر الحمدلله. والا دمی یک سوال داشتیم، این سوال چطور؟ خب خلاصه من میفهمم دیگه، بر ما تشریح میکنه. یک سوال از این 30 دقیقه است. چند دقیقه سوال میکنه؟ این سوال نیست، در حقیقت او میخواد مرا ذهن سازی بکنه که ما تو کرده، میگه که ایت کردم خوب، اما مشکلات اعتقادی که دارم میخواد مرا قناعت بکنه. ما بلندگو را زدیم، باز خمیر میزنه که باز کسایی که در مجلس ایشتن تو امیر بگو. اون نمیخواد حق پیدا بکنه. چرا که انسان بخواد حق پیدا بکنه، خب از استاد فقط یک جمله سوال میکنه که استاد ما در این مسئله مشکل داریم، امی چی قسم از حل شرعی ازی؟ استاد برش جواب میگه. او میخواد می کارهایی که کرده و نیت خدا و عقیده خدا و راه خدا و دلایلش کلش میگه در آخر از پیش تو چی میخواد؟ در آخر پیش میخواد که تو برش بگی بله، باز از برش میگه اینه دیدی کارهایی که ما کردیم و استاد تایید کردن. بسیاری وقتی که زیاد تو گپ میزنه تلفن ما برقش خلاص میشه، گل میشه. باز میگه دیدی استاد دلیل نداشت، تلفن خود قطع کرد. خوب برادر عزیز، تو خود 30 دقیقه 40 دقیقه گپ زدی از من موبایلی که من از موبایلای نمبر بدل است، اینه که مردم زیاد گپ بزنن تنگ می برق خود خلاص میکنه. برق رفت چارجش خلاص شد. حالا تا گوره پس چارج میکنه مرد کرده باز اینجا میگه اینه دیدی که دلیل نداشت، تلفن خود چی کرد؟ کل دلایل خود ما برش گفتم. باز بعضی اوقات حتی در اینترنت هم نشر میکنه که کت استاد دایی من مناظره کردم و دلیل نداشت و شکست دادمش. شاگرداش دیگه میگه نه دیگه هست و نیست. برای من کسی که استاد اینطور یک کسی کلیپش ما در اینترنت انداخته و گفته که کت استاد و هیچ مرا به گپ نماند دیگه، کل گپا را خودش گفت. وقتی که نوبت من رسید تلفن قطع کرد یا تلفن من خراب شد یا از خودش خراب شد، خلاص برای امو گپای خودت ثبت کرده و منتها اول کلمه که پرسان کرد نام شما فلانی است گفتیم ما بله است. بالاخره خیسته برای کل شاگردای خود میگن جاهل ترین و نادان ترین و به علم ترین انسان استاد دایی است که اینه شما شاگرداشم خوشحال میشن. گفتم خلاص خوب کده بیاز ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. جاهل است، مشکل نیست. در مقابل علم الله، در مقابل علمای بزرگی که هستن ما جاهل هستیم. در جاهل بودن ما هیچ شک نیست. و فوق کل ذی علم علیم. وقتی که کسی علم بیشتر داره ما در مقابل از او جاهل هستیم. خلاص او هدف استادش همی بود که باید ثابت کنه که ما جاهل هستم و عالم. او به هدف خود رسید، بارش به هدف خود برسه.
خوشحال باش یک چند روز یا کت شاگردش بار خوشحال باش، هیچ غرضش نگیریم. خانه شاباد سیست او عالم جان و پروفسور جان و مفتی جان و بزرگوار جان و یگان تاست این دینی خوش است، بارش که خوش باشه، چون هدف از او چی است؟ اینمی قسم. اینالی عقلگراها مشکلشانی است که استدلالای عقلیشان خودش جاهلانه هست. فهمیدین؟ یعنی استدلال عقلیش یکی از جهل بسیار بزرگی که در قرآن و سنت او جاهل درجه یک است. کی هست؟ کسی که خالق متعال با مخلوق تشبیه میکنه. از این کدام جاهل در دنیا یافت نمیشه. و از این کدام جاهل بزرگ خطرناک او کسی است که مخلوق با خالق متعال تشبیه و تمثیل میکنه. لیس کمثله شیء. وقتی که در مورد ذات و صفات الله آمدی مربوط غیب است، او باید چی کنی؟ توقف کنی. چی کنی؟ اگر در غیب مداخله کردی، این مداخله در غیب خودش جهل است. خب قسم سوم کدام مردم ها هستند؟ این خودپرستا، اینا علم پرست هستند. علم پرست. علم پرست ها کدام مردم هستند؟ اصلا منهج قرآن چی هست؟ ما و شما در منهج قرآن اول چی را خواندیم؟ گفتیم در محسوسات از چی استفاده میکنیم؟ از حس. در معقولات از عقل. در تجربیات از چی استفاده میکنیم؟ از ساینس و از علم استفاده میکنیم. آل علم که هست دامانش بسیار کوتاه هست. ساینس، کسایی که کیمیا و بیولوژی و فیزیک و ریاضی خواندن این گپا رو خوبتر میفهمن. علم که هست بسیار اندازه تواناییش کم است. این میال شما اگر ببینین هر سال سیارات جدید دمی فضا کشف میشن همیشه. 10 سال پیش سیارات کشف نشده بودن، حال فعلا چی شده؟ کشف شده. و فعلا هم بسیاری سیاراتی هست که در عالم در فضایی که موجود هست تا بال او را کشف نکردن و ساینسدانا در جستجوی چی هستن؟ کشف پذیر هستن. از ساینسدانا کسی که ساینس خواهد مترس نیست. خب بسیاری از مرض هاست که مثلا 4 ماه پیش دوایش نداشتن، حال دوایش رو چی کردن؟ پس چرا 4 ماه پیش نداشت؟ به خاطر که ساینس چی است؟ عاجز است. هر روز کار کردن میره و زحمت کشیدن میرن ساینسدانا تا که یک اختراع، یک اکتشاف، یک دوا، یک در فضا یک سیاره، یک چیز دیگه را کشف بکنن. دامان دیگه علم به خاطر از این ضعیف است که علم فقط در چیزهایی که مادی هست. ماکس پلانک شما سعی کنین، یکی از جنرال های فیزیکدان بزرگ به سطح جهان است. یکی مردم هایی است که خرزابتکاست که یا گپ میزنه، گپایشان اعتبار نداره، لکن یکی از بزرگایش است. ماکس پلانک پرسان کردن که تو به وجود الله باور داری؟ گفت بله من باور دارم. گفت چرا؟ تو خو یک فیزیکدان هستی، چطور میتونی برای ما از دیدگاه ساینس و فیزیک برای ما وجود خالق برای ما نشان بدی؟ او برش گفت که برادر عزیز، گفت ما ساینسدانا سعی کنیم چقدر انسان با تواضع هست. آدم که عالم شد تواضع کند هوشمند گزین، نهد شاخ پر میوه سر بر زمین. آدمایی که بسیار فامیده و عالم دانشمند هستن بسیار ساده و عاجز هستن. و کسایی که بسیار تو کتا میگرده و دست خدا می قسمی میگیره و دست دیگه می قسمی میگیره، میفهمی که این مثل درخت چنار وارس، نه میوه داره نه هیچ، ناقی قدش نقطه. آل ماکس پلانک پرسان میکنن، میگه تو خود پدر فیزیک هستی؟ میگه بله. چطور وجود خالق هم؟ میگه این میز لابراتوار که است، میز ساینس که است، این تشبیه میکنن، میگه مثل که یک طفلک خرد چند تا وسیله بازی داشته باشه. وقتی که از این طفلک خرد پرسان میکنی، میگه این یک چی است؟ میگه این گودیگک است. این دیگه چی است؟ میگه این موترک است. این چی است؟ این تفنگچک است. لکن اگر از این طفل پرسان کنی که این تفنگچه را کی جور کرده، چرا جور کرده، در کدام شرکت جور کرده، این طفل میفهمه؟ نه. میگه ما ساینسدانا این قدر هستیم، چیزایی را که بچه‌ش میبینیم در لابراتوار میه ما او را قبول داریم و سر از او کار میکنیم، اما چیزایی که غیب هست
او را ما با عقل خود و با فهم خود و با درک خود، عقل ما برای من میگه که این کائنات چی داره؟ خالق وجود داره. لکن شناخت از او خالق وظیفه فیزیک نیست. وظیفه چی نیست؟ چرا فیزیک خود چیزی را در سر لابراتوار می کار میکنه که او محسوس باشه. فیزیک نمیتونه چیزایی که معقول باشه او را بیاره سر میز لابراتوار. چیزایی که غیبی باشه، مربوط به وحی باشه، او را بیاره سر میز فیزیک پیدا بکنه. فهمیدین یعنی؟ این هوشیارای ساینس میگه. یک تعداد بیعقلای ساینس پیدا شد به نام علم پرست. و گفتن که اگر روح انسان، یکی از بیعقلایشون همی بود که مریض بود، گفت اگر روح انسان هم سر میز من نبیارم و کت کارد لابراتوار او رو تکت نکنم، من بر روح ایمان ندارم، باور ندارم. حتی روح انسان قبول نداشت. فراتر از اون مثلا ملائکه و پیغمبر و آخرت و خالق جهان تران، اینی مردم ها به نام چی شدن؟ به نام علمگراها بودن که اینا معبود خود، خدای خود چی رو قرار دادن؟ علم قرار دادن. استفاده کردن از علم سر هر مسلمان چی است؟ فرض و واجب است. لکن علم پرستی یک مرض است. فهمیدین یعنی مطلبه؟ فهمیدین یا نفهمیدین؟ علم پرستی چی است؟ مرض. و بعضی کسا هست همین علم پرست. اگر برش دلیل از ساینس بیاری، مسلمان ها هم بسیارشان متاثر شدن. اگر برش یک دلیلی بیاری از ساینس، عاجل تسلیم میشه. عاجل تسلیم میشه. مثلا یک حدیث از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر مگس در یک ظرف آب افتاد و شما به این آب نیاز دارین، این مگس بگیرین خوب دمی گلاس دمی ظرف چخ کنین، باز از او استفاده کنین. خب این طبیعتا انسان، طبیعت انسان سوال میکنه خب مگس یک چیز مردار است، چتل است، چطور است؟ خیر بسیاری کسا، ولی ما مسلمانان، صحابه، تابعین، تبع تابعین وقتی که حدیث میخوانن میتونه آمنا و سلمنا، حتما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و گفته و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، حتما دلیل هست. این حال این مگس که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که خوب در آب غوطه بکنینش، باز از او آب اگر نیاز داشت، انسان مثلا آب است در جایی هستی که بغیر از موی آب دیگه آب نداری، حالا از ضرورت داری، حالا چی کنی؟ رسول الله هم همین قسم حدیث بیان کرده. کسایی که ایمان داشتن قبول کردن، گفتن چیز. کسایی که به ساینس متاثر هستن و بسیاری وقتا به عقلگرایی متاثر هستن، با ماده پرستی و حزگرایی مبتلا هستن، میگه بحث میکنه درباره از اینکه استاد والا من این حدیث قبول کردن نمیتونم، والا این بسیار مشکل داره و این مگس چطور است، بازی رو دعو پرتی او برادر این خوب مثلا پیاله خودت مگس افتاد او زیاد است، گلاس او چپک و برو هیچ استفاده نکن. اما در یک حالت بحرانی قرار میگیری که نیاز میشه که از این استفاده بکنی، این تو یک قاعده بر تو داده شدن. ولی این حدیث یکی از دلایل اعجاز علمی حدیث نبوی هست. ساینسدانا برآمدن و تحقیق کردن و بالاخره ساینسدانا گفتن که مگس که است در یک پرش ویروس است بسیار خطرناک، در بال دیگهش آنتی ویروسی از همین ویروس است که همین ویروس چی میکنه؟ از بین میبره. بنان وقتی که مگس میره در بین یک گلاس غوطه میزنه، همین بال کدام خود بال خود در آب میزنه، همین بال ویروسی را میزنه، پس این گلاس آب ویروسی شد. این حالا اگر تو مگس گرفتی خوب دمیه و غوطهش کردی، این بال انتی ویروس دارش هم در آب چی شد؟ پس داخل شد و ویروس از بین رفت. حالا میتونی از آب استفاده بکنی. باز اینجا این مردمایی که علم پرست هستن، عقل پرست هستن، وقتی که بازی دلیل برش بگی میگه یه حدیث قبول دارم. 5 دقیقه پیش رو قبول نداشتی؟ به خاطر که عقیدت خراب است. عقیدت چی است؟ خراب است. 3 سال قبول کردی، خب سر از یوم عقیدت تو چی است؟ خراب است. مثلا میگفتن چرا باید در اسلام ازدواج بکنیم؟ ما علما و عقلگراها و اسپرستا و علم پرستا به این نظر هستیم که برای جوانای قاعده بدین if I'm a young I can do everything. وقتی که من جوان هستم هر چی که دلم شد میتونم بکنم. از این خاطر قانون را جور کردن ضد شریعت الله، گفتن
نیازی نیست که ازدواج بکنن، نکاح بکنن. چرا شریعت محکم میگه باید ازدواج بکنی؟ پس ما میخوایم بدون ازی زندگی بکنم. نتیجهش چی شد که وقتی جوانا را اجازه دادن که کت همجنس و کت بدجنس و کت حیوان و کت شادی و کت شامپانزه و کت ازی هر چیز میخواه ینگ، وقتی که من جوان هستم I can do everything، هر چیز من کردم میتونم، وقتی که گپ زد نتیجهش چی شد؟ نتیجه این شد که این جوانا گزارش گرفتن که به هزارها در 2007 یک گزارش از سازمان صحی جهان نشر شد که 50 میلیون انسان مبتلا است به ویروس HIV ایدز. آلی ای جوان ها چی شدن؟ امی جوانی که میخواست من هر چی بکنم، آلی جوان در حالت مرگ است. 50 میلیون جوان منتظر مرگ است و دوا هم ندارن، انتی ویروس شام نیست. پس چی کردن؟ گفتن علتش چی است؟ گفت علت ازی است که جوان ها زنا کردن، ای جوان ها همجنسگرایی کردن، این جوانا چیزی را که قرآن و سنت منع کرده بود اینا کردن. پس این مرض، حتی ما شنیدم والله اعلم چقدر دقیق است، گفتن اصلا امی ویروس HIV که از گفید شامپانزی ها بود. وقتی که انسان ها با شامپانزی ها نزدیک شدن، این ویروس از اینا به این انسان ها انتقال شد و به این مرض مبتلا شدن. والله اعلم من نمیفهم تا چه اندازه گپ صحیح است، در یک جای من ایره هم دیدم. ایناله چی شد؟ و من اعرض، اینال الله متعال میگه که و من اعرض عن ذکری، هر کسی که از حکم ما، از قرآن ما، از وحی ما و از احادیث صحیحی که بر رسول الله صلی الله علیه و آله وحی کردیم، هر کسی که اعراض میکنه برای چی است؟ فان له معیشتا، زندگی سخت نصیبش میکنه. زندگی سخت دیگه چی است؟ این مبتلا به چی است؟ به HIV است. مبتلا به چی است؟ مبتلا به کرونا هست. مبتلا به چی است؟ مبتلا به مرض‌های لاعلاج است. چرا؟ به خاطر ازی که او چینایی هایی که مسلمانای اوگور دفن میکنه در زمین، وقتی که دفنش کرد، سیسته؟ وقتی که دفن کرد در زمین و این جوان مسلمان، زن مسلمان، پسر مسلمان، ریش سفید مسلمان که گیر کرد به نام که اوگور است، مسلمان است، نماز میخونه، ایره در زمین گور میکنه، باز وقتی که تنها سرش باقی می، باز باقی کت سیخ میزنه که یک جای وجود ازی زخمی شوه. وقتی که زخمی شوه همین زخم میمونه تا که کرم پیدا شوه، کرم شوه، این تو کرمای را خورده بره، این چیغ زده بره تا که بمره. به این اندازه اینا را یا جزا میتن. الله متعال غضب خود سرشان نازل کرد و گفت اینا چینایی است که در میرا میره غرام خودش مفته و مردار میشه. و از این کدام بدتر الله متعال هر کسی که سر مسلمان ها ظلم میکنه، الله متعال مبتلا به صدها مرض بگردانیشه. وقتی که تو ظالم هستی، الله متعال میگه و من اعرض، هر کسی که اعراض کرد، عن ذکری، عن کتابی، عن وحی جلیا او خفیا، فإن له معیشة ضنکا لهذا الرجل معیشة صعبا و نحشره یوم القیامت اعما. در روز قیامت او کسی که در دنیا نابینا هست، مسلمان است، اولین کسی می باشه که الله متعال به چشمای خود میبینه، نابینای مسلمان. لکن بینای بیدین در روز قیامت نابینا خلق میشه. قال رب لما حشرتنی اعما، پروردگارا چرا مرا نابینا خلق کردی و قد کنت بصیرا، من خب در دنیا چشم داشتم. قال چی میگه الله متعال؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، این قسم آیات قرآن بر تو آمد، فنسیتها، تو چی کردی؟ فراموش کردی. و کذالک الیوم تنسی، امروز تو اومد پیش ما فراموش کردی. برو چشم از هر جایی که گرفته میکنی، چقدر از چشمایی که الله برات داده بود استفاده کردی، او رو ترک کردی، دقیقش نشدی، حکم الله را رد کردی. امروز خود فراموش کردی، برو پیدا کن برات چشم. این جزایش است، هم در دنیا ذلت است، هم در آخرت. خب قسم چهارمیش، آخری قسمش امو بخش میخونیم دیگهش نفسگراها هستن. چی هستن؟ نفسگراها کدام مردم های هستن؟ نفسگراها کسای هستن که اونا گفتن چیزی که نفس من میگه، سیزنی خواهشات نفسانی من میگه، اونمور من قانون جور میکنم. اگر نفس من گفت که شراب بخون، قانون جور میکنیم که شراب بخون. پس این نفس خدا چی؟ خدا اله خود ساخته، معبود خود ساخته،
الله متعال چی میگه؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیا ندیدی کسی را که معبود خود کی را گشتانده؟ خواسته های نفس خود. چی میگه؟ مثلا شراب خوری نفس، توسط نفس، برای نفس. این قاعدهشان است. شراب خوری نفس، توسط نفس، برای نفس. زناکاری نفس، توسط نفس، برای چی؟ برای نفس. حکومت نفس، توسط نفس، برای نفس. حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم. فهمید؟ این کدام مردم هستن؟ یا نفس پرست هستن. الله متعال میگه افرایت، آیا ندیدی رسول الله صلی الله علیه و من کسی را که اتخذ گرفت معبود خود، کی را گرفت؟ هواه، خواسته های نفسانی خود معبود خود قرار داد. اینی قسم چهارم از اینا هست. قسم دوم از این که باز اینجا که فصال میکنه باز با شما ان شاء الله تعالی در بحث چی میکنیم؟ باز اینیش انسان پرستی است و خود پرستی بود. فهمیدین خود پرستی چند بخش داشت؟ حس پرستی، عقل پرستی، علم پرستی و نفس. واضح کلتون فهمیدین؟ یعنی اول قسم خود پرستی و چه یو نفر خپل ځان پرستش کیده، چلور قسم ده. یو حس پرست ده چې خپل حس خپل خدای ګرځي وای تر څو چې زه یو شی ونبینم هغه حق نه ده. دوم قسم کوم خلک دي چې عقل پرستان دي، دوی خپل العیاذ بالله معبود اله خپل عقل خپل معبود ګرځولای. دوی وای تر څو چې دلیل عقلی دلیل ما ته پیدا نه که زنه ملائکه قبلهم نه آخرت قبلهم نه العیاذ بالله خالق قبلهم نه هست. دوی خپل عقل خپل خدای ګرځولای. دریم قسم علم پرست دي. هغه علم پرستان څوک دي؟ هغه وای تر څو چې زه ملائکه په دې لابراتوار کې په میکروسکوپ کې تلسکوپ کې ونګورم زین قبلهم. دا علم پرستان دي. او څلورم قسم هغه خلک دي چې نفس پرستان دي. هغه څه وای؟ اته چې د ما نفس غواړي هغه حق ده. د وای مثلا زنا د نفس په واسطه د نفس د پاره، حکومت د خلکو د پاره په واسطه د خلکو. په دې کې الله و دین داشتن وای نسته. دغه څلور قسم د خود پرستان، یعنی چهار قسم یا خود پرستاست. باز در این بالا که از اولش خود پرستی بود که 4 بخش تقسیم میشد، باز انسان پرستی هست که باز ما و شما در درس بعدی بخیر میخوانیم. باز سومش طبیعت پرست هستن، طبیعت پرستی است، این هم هستن. چهارمش حیوان پرستی است. این طبیعت پرستا را باز شما بسیاری وقتا میبینیم میگه ما وطن پرست هستم. فهمیدی؟ یعنی همین وطن پرستان که هستن یا مرضای فکری دارن میگه فلانی نفر بسیار خوب چی بود؟ وطن پرست بود. چون این طبیعت پرست است. باز یک تعداد دیگه گو پرست است، شادی پرست است. دیدن نه در هندوستان. و یک تعداد دیگه شان هم شیطان پرست هستن. باز این شیطان پرستا را هم با شما می‌فهمیم که دو بخش داره که شیطان های است، مثلا به نام فریماسونرز ها هستن، فریماسونرز، یا مثلا میگه فریماسونرز ها هستن. و یک طایفه دیگه‌اش هم شاگردای شیطان هستن، شاگردای شیطان هستن که مثل ساحر و جادوگر دیگه پا. اینا رو باز با شما در درس بعدی میخوانیم. خلاصه نواقص فکر اسلامی 5 بخش داره: خودپرستی، انسان پرستی، طبیعت پرستی، حیوان پرستی و شیطان پرستی. از این 4 مرض فکرت پاک کو، باز تو یک مسلمان خوب و واقعی شده میتونی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.